سلام دوستان. از آخرین دفعه که من ویدیو توی این سبک گرفتم، یعنی که بیام باهاتون صحبت بکنم و به نوعی خودم رو به روی دوربین باشم، حدوداً 3 سال میگذره و امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم خب کلی اتفاق جدید افتاده. چنل یوتیوبمون تغییر کرده، اصلا مدت زیادی من نبودم. همینطور که میبینید 3 سال گذشته، یه کمی پیر شدم، یه کمی تغییرات کرده، همه چیز جا تغییر کرده. دیگه اون کاغذ دیواری نارنجی رو نمیتونید ببینید. و خب اینا رو من دارم برای کسانی میگم که اگر این چنل رو از قبل دیدن براشون سوال پیش نیاد. و پیش از این من یک پوزش رو ازتون میخوام به خاطر کیفیت پایین این ویدیو و اینکه واقعا من ناگزیر بودم که این کار رو انجام بدم، چرا که نمیشد. یعنی به علت مشکلات فنی که وجود داشتیم وسط، هم اون اپی که ساپورت نمیکرد، اون یکی در واقع موبایل که با کیفیت بهتری ویدیو میگرفت رو، و همین که خب به هر نوعی نشد. یعنی میدونید هر چقدر که من سعی کردم این کار رو به نحو بهتری انجام بدم، متاسفانه نشد. پس علت پایین بودن کیفیت این ویدیو اینه، چیز دیگه ای نیست. دوستان، فارغ از هر حاشیه، من امروز میخوام باهاتون راجع به یه تجربه ای صحبت بکنم. حالا این تجربه راجع به چیه؟ تجربه خودم توی یادگیری زبان هستش و میتونم بگم مطمئن هستم که با اشتراک گذاری این تجربه میتونم به کسانی کمک بکنم در مسیر یادگیری، که اصلا این باورهای غلطی که خیلی ها دارن یا خیلی هامون داریم حتی، آیا درستن؟ آیا چقدر درستن؟ اصلا اول که من گفتم باورهای غلط، باور غلط نمیتونه درست باشه، ولی به هر حال راجع به اونا بحث میکنم. راجع به اینکه فرایند آموزش چطور هست، فرایند یادگیری زبان چطور هست. وقتی میگم زبان، منظورم زبان انگلیسی هستش به طور مخصوص. راجع به همه اینا صحبت میکنیم، راجع به واقعیت و راجع به اون چیزی که واقعیت نیست من راجبش بهتون توضیح میدم. و توی بیو چنل هم من نشستم نوشتم که راجع به تجربیاتم من باهاتون صحبت میکنم و چیزایی که باهاشون مواجه میشم، چیزایی که علاقه دارم، گیم، انیمه، نمیدونم، فیلم، هرچی. کمان که میتونید ببینید توی چنل من که هست چنین چیزی. اون ویدیویی که توش صحبت کردم، اولین ویدیویی که جلوی دوربین اومدم توی یوتیوب، راجع به کتاب بود و این ویدیو راجع به زبان هستش، یادگیری زبان. دوستان، یه چیزی رو پیش از هر چیزی من دوست دارم خاطر نشان کنم که وقتی ما داریم راجع به یادگیری صحبت میکنیم، پیش‌فرض یادگیری پیش‌فرض یادگیری هر چیزی با اون یکی فرق میکنه. حالا منظور من چیه؟ مثلا شما میخواین ریاضی یاد بگیرین، معلم به شما میگه که خب 2 ضرب در 2 میشه 4. شما اگر ضرب رو یاد بگیرید، دفعه های بعدی اعداد دیگر رو هم با همون اصول جلو میبرید و اصلا جدول ضرب رو یاد میگیرید، جلوتر چیزای دیگه یاد میگیرید و یه اصولی رو، یه فرمولی رو شما یاد میگیرید و طبق همون جلو میرید. این یادگیری مثلا بیسیک، شاید خیلی چیزا باشه که شما یاد میگیرید. حالا مثلا یه چیزی حفظ کردنی، شما صرفا حفظش میکنید، یادم نمیگیرید. حالا از چیزای دیگه هم که مثلا شما عملی هستش و تو ذهنتون میمونه و اینا، اصلا ما نمیخوایم راجع به اونا بحث بکنیم، ولی اونها هم یادگیریشون جوری که شما وقتی یک بار درست انجام میدی میمونه داخل ذهنت و دفعات بعد هم شما اون کار رو به شیوه درستش انجام میدید. خب، صندلی پدرم رو دارم. بچه ها، ما وقتی راجع به یادگیری زبان صحبت میکنیم،
داریم راجع به اینتراکشن حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی که تعامل. حالا میدونم خودتون میدونید معنی اینتراکشن یعنی تعامل، نمیخوام چیز بذارم فکر کنید خبریه، ولی منظور من از تعامل اینه که شما نیاز دارید که با دیگران صحبت کنید، نیاز دارید که خودتون رو به چالش بکشید، نیاز دارید که گوش بدید، نیاز دارید که بنویسید. من همه اینها رو توی اینتراکشن چیز میکنم، خلاصه. و همه این تعاملات زمانی اتفاق میفته که شما میرید جایی که افرادی هستن که باهاشون تعامل کنید. بخشی از این تعامل با خود شما صورت میگیره، بخشیش با بیرون. یعنی شما خودتون هم باید برای خودتون حتی تعامل بسازید. خب حالا اون بحثش جداست. ببینید وقتی که خارج این چارچوب باشه، این چارچوبی که من دارم راجعش صحبت میکنم کجا اتفاق میفته؟ توی کلاس زبان. خب وقتی خارج از این چارچوب باشه، شما میگی که من نمیخوام این هزینه رو بکنم، نمیخوام وارد چرخه چه میدونم هزینه کردن بیفتم. کما اینکه هزینه کردن برای کلاس زبان اصلا ارزون نیست. تا همین امروزی که من هزینه کردم و دارم راجبش صحبت میکنم و ارزون نبوده از اول تا همین الان. حالا شرایط اقتصادی روش اثرگذار بوده، مثل همه چیز، مثل هر چیزی توی این کشور که مسائل اقتصادی اثر میذاره روش، قیمت این شکل از کلاس هم، این شکل از آموزش هم خب اثرگذار بوده در واقع اقتصاد روش. باری میخوام بگم که بحث من الان راجع به کلاس زبان یه زمان هستش که آره برمیگردم به همون حرف که شما میگی من نمیخوام هزینه کنم، حالا فارغ از داشتن اون هزینه نداشتن اون هزینه. میگه آقا اصلا یعنی چی که مثلا معلم بیاد به من یاد بده، یا مثلا من برم سر کلاس خودم میشینم میخونم، اصلا بده بره. میدونی یعنی اصلا این صحبت ها نیست. میخوام بهتون بگم بچه ها این غیر ممکن نیست، ولی یه ولی بزرگ داره. اون ولی بزرگ اینه که هر کسی قادر به انجام این کار نیست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما با خودتون میگید که اوکی من قراره به صورت خودآموز، به صورت سلف استدی این مهارت رو یاد بگیرم، این درس یا به هر صورت هر چیزی که میتونید اسمش رو بذارید میخوام یاد بگیرم. شما یه دونه کتاب میخرید به سلیقه خودتون طبق شیوهی که میخواین یاد بگیرید. حالا میخواد کتاب وکابولری باشه، میخواد کتابای معمولی، کتابایی باشه که لول با لول میره جلو، که هموناییه که توی کلاس زبان ها هم هست. شما شروع میکنی مثلا یه روز برای خودت میخونی، 2 روز برای خودت میخونی، تمرین حل میکنی، نگاه میکنی، میری میای، بعد یه کتاب دیگه وا میکنی. همینطوری مثلا من به شما بگم از 100 صفحه 50 صفحه یه کتابی رو یاد میگیری. در واقع کامل میکنی، تموم 50 صفحه. چه اتفاقی میفته؟ رفیق شما زنگ میزنه. شما میری میای، مثلا 3 روز میگذره از زمانی که دوست شما بهتون زنگ زد و باش رفتید بیرون. چه اتفاق دیگه میفته؟ میرید سر کار میرید، باز دوباره برمیگردید میگید خیلی خب حالا الان خستم، بمونه برای مثلا یه وقتی دیگه. میمونه اتفاقای مختلف، چیزای مختلف. شما میبینید که من اینو کتابو من 3 ماه پیش خریدم و فقط 50 صفحش رو توش در واقع تمرینات انجام دادم و در واقع کامل کردم و الان اصلا نرفتم سراغش. هر چیزی هم که من یاد گرفته بودم اصلا یادم رفت. خب این اتفاق معمولا میفته وقتی که ما تصمیم میگیریم سلف استادی انجام بدیم، که من خودم هم اینو تجربه کردم. و بچه ها من نمیدونم چطور بهتون این رو توضیح بدم، چطوری ثابت کنم که بیرون از آموزشگاه ها هر چیزی که بهتون میگن 99% دروغه. اینکه شما میتونید
مثلا در یک زمان خیلی کوتاه با نمیدونم داشتن فلان چیز این PDF رو از من بگیر، نمیدونم این پکیج اینستاگرامی رو از من بگیر بخر، بعدش که خریدی نمیدونم روزی 5 دقیقه، روزی نیم ساعت وقت بذار، نمیدونم فلان میشی بیسار میشی، یا آموزش مجازی، یا خیلی 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 چیزایی که توی در واقع مارکت زرد این قضیه یه جورایی میشه شاهدش بود. اونا هیچ کدوم واقعا کارساز نیستن، هیچ چیزی قرار نیستش در واقع سریع به شما نتیجه بده بچه ها. یعنی اصلا ما نداریم همچین چیزی رو. گفتم بهتون یاد گرفتن زبان مثل یاد گرفتن ریاضیات نیست. شما بایستی تعامل انجام بدی و این تعامل ها نیازمند یک محیطی هستش که شما بتونید تعامل انجام بدید. پس این از این. یعنی روشی مثل سلف استدی رو اگر آدمش نیستید، یعنی اگر مثلا شما در خودتون میبینید چیزای دیگه ای بوده که تونستید با سلف استدی توی یک تایم نه چندان زیادی برسونید به یه جای خیلی خوب، خب اگر میتونید که خب میتونید. این ویدیو واقعا مخصوص شما نیست، مخصوص اون 99%یه که نمیتونن، شما اون 1%ید. به جز این خود یادگیری زبان ببینید چالش های خودش رو داره بچه ها. یعنی من میخوام از یه روند درست صحبت بکنم که وقتی که شما قرار میگیرید توی این سیستم چجوریه، که خود اون روند هم باز دوباره بهش یک سری نقدهایی هست من خودم دارم. ببینید وقتی که شما شروع میکنید، مثلا برای مثال میرید یه آموزشگاهی اسم خودتون رو مینویسید. الان میخوام راجع به اون بایدها و نبایدهایی که توی این مسیر شما باهاش مواجه میشید صحبت کنم. الان صحبت کردم که مسیر درست چیه، حالا میخوام راجع به توی مسیر موندن باهاتون صحبت بکنم. شما وارد یه آموزشگاهی میشید، یه خانم یا یه آقایی اسمتون رو میپرسه، اسمتون رو مینویسه و ازتون تعیین سطح میگیره. تعیین سطح میشید، بهتون حالا طبق روز و برنامه‌ای که خودتون دوست دارید براتون کلاس انتخاب میکنه و روز موعود میرسه و شما میرید سر کلاس. تا اینجای کار چیز سختی نیست. میرید سر کلاس، حالا طبق اون تایمی که دارید میتونه 3 روز در هفته باشه، میتونه 1 روز در هفته باشه، ممکن هم هست یه جاهایی 2 روز در هفته باشه، 1 روز در هفته ویکند، باز 2 روز در هفته هم ویکند یه جوری. 3 روز در هفته هم که زوج 3 روزش، فرد هم 3 روز. و دیگه ارزم به حضورتون که به هر حال شما یکی از این شکل از برنامه ریزی رو انتخاب میکنید و میرید سر. یک چیزی که باید ازش اجتناب بکنید، یعنی یک چیزی که نباید شما سعی کنید اتفاق بیفته توی این سیستم، واقعا نباید کاری با چیزی داشته باشید. حالا اینکه من میگم کاری با چیزی نباید داشته باشید یعنی چی؟ یعنی که ببینید مثلا یه زمانی هستش که اون تیچر، اون در واقع آموزگار، اون میشه گفت معلم، یه چیزی رو صلاح میدونه، هر اندازه هم که روی اعصاب هستش اون آدم، اون روشش، اون سیستم، هر چی، امتحان، نمیدونم هر اندازه، هر چیزی درست نادرست، شما نباید اصلا کاری داشته باشید. شما فقط باید مسیر خودتون رو به صورت مستقیم برید جلو و اصلا نباید دنبال بحث کردن با کسی باشید، نباید دنبال حاشیه اتفاقات عجیب و غریب. ببینید بچه‌ها، شما میخواید برید کلاس زبان بخواید شروع بکنید، حداقل حالا بستگی به سطحتون داره، ولی از یه جایی به هر حال تا یه جایی بخواید شروع کنید، کم شما 1 سال اونجا هستید. خب پس بهتره که برای خودتون مشکل ایجاد نکنید با کسی. و حالا گرچه که اون آدم ها هم ممکنه تمام اون 1 سال اونجا نباشن، ولی ببینید خب توی یه محیطی که قرار شما زیاد
باشید بهتره که برای خودتون مشکل ایجاد نکنید، چه حالا با بقیه آدم ها، چه با اون استاد، تیچر، هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت. بهتره که برای خودتون هیچ چیزی ایجاد نکنید. اگر میخواد یه امتحان عجیبی بگیره، بگید باشه بگیر. حالا میخوای همه رو هم اذیت کنی، بگیر. اگه تو مثلا چه میدونم اینطوری میخوای گرامر رو درس بدی، باشه اینطوری درس بده. قرار نیست تا ابد اون استاد یا تیچر با شما کلاس داشته باشه. کما که شما میتونید خودتون کلاسای خودتون رو انتخاب بکنید، با دوستاتون روی ورق بنویسید، بگید که ما فلان کلاس رو میخوایم با فلان. البته خب این خودش مستلزم اینه که یک همبستگی بین شما و دیگر دوستانی که باهاتون ثبت نام کردن باشه، که خود اینم خیلی مهمه که یک جوی رو شما پیدا بکنید که بتونید بهش عادت کنید. یعنی اگر یه کلاسی رفتین دیدین برنامه ریزی درستی ندارن اون آدما، نمیشه باشون ارتباط برقرار کرد یا راحت نیستید، بهتره که تغییرش بدید، برنامه‌شو تغییر بدید، هر چیزی رو. مثلا من خودم کلاس یک روز در هفته رو نسبت به کلاس 3 روز در هفته ترجیح میدادم، به علت یک سری پرسونال پریفرنس هایی که خودم داشتم. حالا شما هم میتونید کلاس مناسب خودتون رو پیدا کنید بچه. این از این یکی از اون نباید است. و یه نباید دیگه ای هم که نباید اتفاق بیفته اینه که بچه ها نباید ناامید بشید. یعنی اگر که میبینید ناامید کننده است، جلو رفتن سخته، اونجوری که باید پیش نمیره، باید صبر داشته باشید. یعنی این پروسه یک پروسه‌ایه که زمان میبره و این که میگم زمان میبره، واقعا زمان میبره. در یک زمان کم نمیشه به نتیجه رسید، همونطور که اولش گفت. حالا یک اتفاق دیگه که میفته، شما با خودتون میگید که اوکی من رفتم سر کلاس، امتحان دادم، اومدم، اینو یاد گرفتم، اونو یاد گرفتم، کتاب کارش رو حل کردم و الان 10 ترم گذشته، چرا من نمیتونم خوب صحبت کنم؟ این یه مشکلی که برای خیلی ها پیش میاد. ببینید شما اگر فقط اکتفا کنید به کلاس زبان، میشه مثل آموزش و پرورش، شما همینطوری میری بالا میری بالا میری بالا بدون اینکه هیچ سطحی از شما جابجا شده باشه. ببینید دوستان، شما کلاس زبان میرید برای اینکه یک چارچوبی رو برای خودتون به وجود بیارید، نه برای اینکه کلاس زبان برای شما چی میگن، شما رو ببره جلو. شما خودتون باید برید جلو. حالا یعنی چی؟ یعنی که شما یه تایمی میرید کلاس زبان در هفته، یک تایمی رو باید بذارید برای خودتون، برای یادگیری خودتون. حالا هر کسی یه چیزی دوست داره، هر کسی توی یه چیزی مثلا ضعف داره. شما دوست دارید کلمات جدید یاد بگیرید، ایدیوم‌های جدید یاد بگیرید، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. باید حداقل هفته‌تون رو یک روزش رو یا یک ساعتی رو اختصاص بدید به فعالیتی که مرتبط هستش با زبان. یعنی مثلا بشینید فیلم نگاه بکنید، بشینید اگر میتونید کتابی بخونید، اگر میتونید به هر چیزی که میتونه مرتبط باشه پادکست گوش بدید. خیلی اینا مفیده و این واقعا بستگی داره که شما دنبال چی هستید، شما از چی خوشتون میاد. من خودم خیلی وکابیلری دوست دارم و 2 تا 3 تا دفتر دارم که تو اینا خیلی خیلی کلماتی که هر کجا شنیدم اومدم نوشتم. بعد برای خودش یه سری مقایسه کردم، یه جاهایی مترادف هاش رو، یا خیلی خیلی چیزای مختلف. اوایل من تعریف این کلمات رو فارسی می نوشتم، بعد دیدم درست نیست، اینا رو انگلیسی نوشتم و دیگه مثلا از این دیکشنری انگلیسی استفاده کردم. شما ممکنه چیز دیگه ای دوست داشته باشید، یه مسیر دیگه ای رو برای خودتون برید. کما که این کاری هم که من کردم کار اشتباهی نیست. وکابیلری نالج شما رو چیز میکنه، قوی میکنه بچه. یا میتونید مثلا بشینید سریال نگاه بکنید، مثلا فرندز، و
مو به مو هر چیزی که میشنوید رو تکرار کنید. و این من خودم هیچ موقع فکر نمی کردم که اثر داشته باشه، ولی بچه واقعا اثر داره. باور بکنید که اثر داره، چون من کار انجام دادم. هم از یادگیری کلمات میتونید استفاده کنید، هم یه جورایی، نه که بگم لهجه، ولی لحن انگلیسی صحبت کردن بهتری داشته باشید و نزدیک بشید به صحبت کردن درست، به یک اینتونیشن درست، به یک مثلا استرس درستی توی مثلا کلمات، توی وقتی که دارید حرف میزنید. ممکنه حتی سرعت صحبت کردنتون با این تمرینات تغییر بکنه، که حالا اون سرعت صحبت کردن و اینا خودش چیز داره که آیا باید تون صحبت کرد، آیا نباید تون صحبت کرد، که اون یک نبایدی داره یا یه بایدی داره که اگه بتونید استرس ها رو رعایت بکنید مشکلی نداره. حالا کاری با اون بحث ما نداریم، ولی اینا تمریناتی هستن که جدی شما باید انجام بدین. حالا به حد توان خودتون. من زمانش رو داشتم، تونستم توی یه تایم های خیلی زیادی بیرون از کتاب، بیرون از چارت آموزشی آموزشگاه این کارو کردم. حالا شما میتونید به شیوه خودتون اونطوری که دوست دارید انجامش بدید، هیچ اجباری نیستش که مثل من جلو بگید. و حالا یه چیز دیگه ای که این وسط میمونه اینه که واقعا اگر این مسیر رو کنار آموزش جلو نبرید، اون اتفاقی که گفتم میفته. من الان کلاس زبان میرم و دارم آدم‌هایی رو میبینم که 1 سال، 2 سال، 2 سال و نیم با من وقت گذاشتن، اومدن کلاس زبان و واقعا اندازه اون سطحی که باید باشن نیستن دوستان، واقعا نیستن. چرا؟ چون فقط اکتفا کردن به آموزشگاه. یعنی ما الان کتاب پنجمی هستیم که از 6 تا کتاب باید بخونیم، کتاب آخر دیگه تموم میشه. این دوستان همچنان دوباره دنبال کلاس زبان رفتنن. چرا؟ که فکر میکنن کافی نیست و واقعا هم خب حق دارن. هیچ اون تغییری که باید میکردن نکردن و ناراضی هستن از این موضوع. و این چیزی هستش که وجود داره و شما باید حوصله به خرج بدید، باید زمان بذارید، حداقل 1 سال، حداقل 2 سال و بلکه اتفاقا بیشتر. و این هیچ فرمول دیگه ای بچه وجود نداره که یک نفر بیاد بگه آی من نمیدونم یه دونه قول چراغ جادو احضار میکنم که یه کاری کنه شما دیگه فول بشی. نمیدونم مثل ترانه علی دوستی تو فستیوال کن شروع کنی انگلیسی صحبت کردن. فقط پشت کار و اراده خودتون رو میطلبه دوستان و مسیر واقعا آسونی نیست. اگر که شاغل هستید، اگر که مشغله دیگه‌ای دارید، حتی اگر که دانشجو هستید، مشغله دانشگاه رو دارید، مشغله کار رو دارید، ببینید اگر میتونید هندل بکنید بیایید سمت اینجور برنامه. یعنی من نمیگم تمام زمانتون رو بذارید روی یادگیری، ولی باید شما یک زمانی رو اختصاص بدید که در اون زمان محتوایی که استفاده میکنید محتوای فارسی نباشه، محتوای انگلیسی باشه. حالا به شیوه خودتون، اون به خودتون بستگی داره. و حالا میرسیم به یه بحث دیگه ای که اینجوریه که مشکل این سیستم چیه؟ مشکل سیستم آموزشگاه رفتن چیه؟ مشکل آموزشگاه ها چیه؟ ببینید دوستان، آموزشگاه ها توی ایران بعضاً جوری هستن که اول به فکر منافعشون هستن، بعد زبان آموز. یعنی اول بیزینس، بعد یادگیری. و این طبیعیه یه جورایی توی ایران. شما میبینید مثلا میرید سر کلاس، شما ضعیف هستید، شما اون اندازه اون سطحتون نیستید، خودتون هم نمیدونید، خودتون هم تقصیری ندارید، ولی وظیفه‌ای که آموزشگاه داره، وظیفه‌ای که مدرس داره اینه که شما رو
در واقع فیل بکنه و نمیکنه این کار. حالا من مثال نمیزنم که کجاها، ولی خیلی جا نمیکنه این کار. نمیکنه این کار رو، شما هی ثبت نام میکنی میای بالا، ثبت نام میکنی میای بالا و میای بالا و میبینی ای بابا اون اندازه که باید یاد میگرفتی یاد نگرفتی، به خاطر اینکه کسی برخورد سفتی با شما نکرده، کسی بهتون نگفته که آقا این این شکلی صحبت کردن، این مهارتی که تو داری به خرج میدی مثلا برای 303 اوکیه ولی نه برای 503 اوکی نیست. کسی مثلا این حرف رو نیومده به شما بزنه توی اون سیستم، یا اگر هم زده شما جدی نگرفتی، اون بنده خدا هم مثلا دستش بسته بوده برای اینکه بخواد فیل بکنه. و خب یه سیستمایی هستن که نمیکنن این کار و شما خودتون باید حواستون به سطح خودتون باشه. ببینید که اصلا برید ببینید مثلا اگر سطح شما B1 هستش، برید ببینید توی یوتیوب کسایی که B1 صحبت میکنن چطور صحبت میکنن. برید ببینید کسایی که هم سطح شما هستن چقدر اشراف دارن، چقدر خوبن. آیا اونا هم عین شما هستن؟ آیا شما به اندازه اونا دارید خوب عمل میکنید؟ اصلا میتونید از تیچر خودتون فیدبک بگیرید که من چیکار کنم بهتر بشه، چیکار بکنم بهتر بشم. حالا اون نمیاد مستقیما بگه آقا تو در سطح خودت نیستی، چون اساسا این مدل برخوردها تو ما ایرانی ها نیست که بتونیم رک و یه جورایی حالت انتقادی بخوایم برخورد بکنیم. هم اون آموزشگاه دست و بال طرف میبنده، هم فرهنگی دست و بال طرف بسته است. نهایتا خیلی سختگیر باشه همون فقط میگه که آقا این مدل صحبت کردن اوکی نیست برای این سطح. یعنی نمیاد مستقیم بگه تو در سطح خودت نیستی، چون 99% شما با خودتون فکر میکنید که این که داره به من حرفو میزنه خودش اصلا در سطح خودش نیست. میدونی ناراحت کننده است، برخورنده است، ولی خب حقیقت ممکنه باشه. این از این. حالا توی یه سیستمی که این کارو نمیکنه، راهش اینه که خودتون حواستون به کار خودتون باشه. خب و اتفاقا عده‌ای هم هستن که با سیستم سختگیر، ما سیستم سختگیری هم داریم که شما رو فیل بکنه. یعنی شما در حقیقت اگر یه جایی اشتباه بکنید، گرامرتون خیلی بد باشه، اگه واقعا اندازه اون سطحتون نباشید، اون آموزشگاه این کار بکنه هستن. ولی یه نفر هستش که با فیل شدن خیلی اذیت میشه، خیلی ناامید میشه، خیلی احساس میکنه که دیگه نمیتونه ادامه بده. اون آدم براش این سیستم مناسبه، منتها به شرطی که حواسش به سطح خودش باشه، حواسش به تمرین خودش باشه و برای بهتر شدن قدم برداره. در غیر این صورت واقعا به درد نمیخوره. دیگه چیز دیگه‌ای که من بخوام به این موضوع اضافه بکنم دوستان، این هستش که فکر میکنم تقریبا هر چیزی که لازم بوده رو اضافه کردم. یعنی چیز خاصی وجود نداره که الان من بخوام، یا وجود نداره یا واقعا توی ذهنم نیستش که بخوام اضافه بکنم. ولی اگه بخوام اضافه بکنم میتونم یه ویدیو جدید بگیرم برای معرفی کردن چنل های یوتیوبی که در راستای آموزش زبان فعالیت میکنن و خیلی کاربردی هستن، خیلی خوب هستن. بعضیشون امتحانات رو برای شما شبیه سازی میکنن، امتحانهای شفاهی، امتحانهای کتبی. بعضیشون سطح شما رو میتونن مشخص کنن شما با دیدن ویدیوهای اونها. بعضیاشون میتونن برای اسپیکینگ شما مفید باشن، برای لسنینگ شما مفید باشن. طبق سطح خودتون میتونید ویدیوها رو انتخاب بکنید، نگاه بکنید. میتونم بهتون پادکست معرفی بکنم، میتونم طبق هر سطحی بیام کتاب‌های خوب اون سطح معرفی کنم. حالا چه کتاب‌هایی که اضافه بر سیستم آموزشی که توش هستید پیشنهاد بدم بخونید برای بهتر شدن زبانتون، چه حالا کتاب‌های آکادمیک تر. و همینطور که می‌بینید پشت من پر از کتابه بچه‌ها، یه سریش هم کتاب زبان هستش. این کار من میتونم واسهتون بکنم اگر دوست داشته باشید، اگر استقبال بکنید از این سبک ویدیوها. کمون که
چنل مسیرش به سمت دیگه یه الان نمیدونم گیم پلی و کارهای دیگه داره اتفاق میافته، ولی بد نیستش گاهی راجع به چیزای اینجوری صحبت بشه. شاید چیزایی که بیرون کسی بهتون نمیگه. من دارم راجع به تجربه شخصی خودم صحبت میکنم. اون اول ویدیو که بهتون گفتم کاری به چیزی نداشته باشید، الان یک نکته به ذهنم رسید. ببینید من با یک کسی به مشکل خوردم، با یک مدرسی به مشکل خوردم و واقعا اگر پیگیری ها و در واقع این هل دادن برادرم نبود و اصرار اون نبود، شاید زبان کنار گذاشته بودم، چون واقعا روی من فشار بود. با این آدم مثلا میرفتم سر کلاس و از شانس بعدم از 3 ترم من با این آدم کلاس داشتم و اینه که سعی کنید سر به زیر برید، سر به زیر برگردید. اما تو کل این جنبندی بخوام خدمت شما عرض بشم، این مسیر با ارزشه، این کار با ارزشه. خودتون بهتر از من میدونید یادگیری زبان با ارزشه، یادگیری مهارت با ارزشه و شما میتونید در مثلا 2 سال بعدش، 3 سال بعدش یک نسخه بهبود یافته از خودتون رو تحویل بگیرید. حالا دیگه اگر هر برنامه‌ای دارید میتونید جلو ببرید، میخواید مهاجرت بکنید مهاجرت کنید، میخواید فقط فیلم ها رو ببینید و متوجه بشید میتونید انجامش بدید. حالا تو سطح خودتون اون اندازه که میتونید. میخواید بتونید کتاب بخونید میتونید. و اگر که به پایان این راه برسید و صبوری بکنید، توش شیرینی هایی هست که از تلخیش بیشتره. به قول افلاطون میگه که ریشه های آموزش تلخ هستن ولی میوه هاش شیرین. این در تکمیل تمام چیزی بود که من گفتم و امیدوارم که دوستان هر کجا که هستید کنار خانواده‌تون خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و دوست دارم که ازم حمایت بکنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، اگه میتونید کامنت انگلیسی بذارید تا بالاخره این مسیر یوتیوب برای من هموارتر بشه و بتونیم با هم کارهای بیشتری انجام بدیم. دوستتون دارم بچه ها، تا دیداری و بدرود.